فرزندان و نبیرگان هنرمند زنده‌یاد آدینه هاشم با عکس و نشانهای او نگریسته خاطرات رنگین از دوران زنده بودن استاد را به یاد می‌آورند. مهینه خردکک با دادرش بابایشان را ندیده باشند هم درباره‌اش بسیار شنیدند. بابا بسیار چیزی بابا جانی من دل من تو یکم گفتن چرا خونه گفتن. در حجره بابا جمع شدن نبیرگان به سبب نیست. 77 سال مقدم محض در همین روز 13 ایون سال 1937 در روز آدینه شادروان آدینه هاشم به دنیا آمده است. جمال بی از او همچون یک پدر مشفق و مهربان یاد می آورد. هرگاه که او از کار می اومد محمد فرزندان را در نزد خود جمع می کرد و در خانه ما همه ما برابر با یک شادی و خرسندی پدرم در دست نمره گرفته و دادرم اکاردیون و دادرم که خور بود حکمت تبلک می نواخت سرود می خوندن. هنرمند آدینه هاشم زیاده از 30 سال عمر 56 ساله خود را روی صحنه با سرودن ابیات بزرگان ادبیات تاجیک و فارس پس سر کرده است. او در غزلسرایی مشهور بود. آهنگ‌های ایجاد کرده‌اش تا امروز به هوادارانش حلاوت می‌بخشند. آدینه هاشم قریب تمام عمرش را در زادگاهش در جنوب تاجیکستان گذرانده است. همگی چند ماه پیش از مرگش به دوشنبه کوچ می‌بندد و این خانه را برای زندگانی انتخاب می‌کند. پدرم سال 1993 بود. ما در ناحیه همدانی زندگی می‌کردیم و پدرم همون سال ماه آگوست از ناحیه همدانی به شهر دوشنبه کوچ بستند. انا همین خانه‌ای که حاضر ما قرار داریم پدرم انا به همین خانه همراه برادر کلانی هم رحمت الله جان کوچ بستند و طول نه آنقدر زیاد در اینجا زندگی کردگی پدر من همگی مدت 6 ماه زندگی کرده است در اینجا و 16 نوامبر پدرم انا در همین خانه این دنیای فانی را پدرات گفته است. اکنون از مرگ هنرمند غزلسرا و خوش صدا آدینه هاشم زیاده از 12 ساله سپری می شود، ولی جگربندش جمال بی هرگاه نام پدر را به زبان می گیرد از چشمش اشک جاری می شود تا هنوز از فراق پدر می سوزد. جدایی از عزیزترین عزیزان برای ما فرزندان زایه عمرم که اندر کاهشی دنیا گذشت از جوانی تا به پیری با غم و غم ها گذشت